آن وقت که با عام سخن گویم، سخن مرا گوش دار که همه اسرار باشد. هر کس سخن عام مرا رها کند، که این سخن ظاهر است، سهل است، از من و سخن من بر نخورد و هیچ چیز نصیبش نشود. شمس الدین محمد تبریزی. اگر میخوایم یه متن آوانگارد بخونیم، یه متن تر و تازه بخونیم، یه متن پست مدرن بخونیم، یک متن بی زمان و بی مکان و بی تاریخ و بی جغرافیا، باید بریم سراغ مقالات شمس. اگر به لحاظ زیبایی شناسی میخوایم یک متن معنادار بخونیم، چند معنایی که مؤلف درونش اصلا نمیمیره و همیشه زنده است و هست و حضور داره، بریم سراغ مقالات شمس. اگر میخوایم یک متن فراتر از قالب بخونیم، که توی قالب مینیمال، که توی قالب شعر، که توی قالب متن ادبی، روایت و توی تمام متن‌های دیگه با تمام قالب‌های دیگه، توی تمام ساختارهای تئوری و نظری که تعریف شده تا امروز روبرو بشیم، بریم سراغ مقالات شمس. اگر میخوایم متن‌های کوتاه بخونیم، متن‌های ساده، متن‌های چند صدایی، اگر میخوایم تئوری رو بفهمیم، نظریه رو بفهمیم، ساختار رو بفهمیم، معماری کلام رو بفهمیم، چیدمان رو بفهمیم، ایجاز رو بفهمیم، بریم سراغ مقالات شمس که تمام تئوری ها، تمام نظریه ها، نشان شناسی، زیبایی شناسی، مباحث روانشناختی، مباحث متنی، مباحث کلامی، همه اینها تو مقالات شمس هست. تمام نظرهایی که توی قرن 20 دادن، هابرماس، فوکو، هایدگر، هانا آرنت، باختین، لاکان، هابرماس، دریدا، بودریار و همه نظریه پردازها، نشان شناسها، همشون تو متن مقالات شمس وجود داره، از 700 سال پیش تا امروز. اگر میخوایم شعر کوتاه بخونیم، شعر مینیمال بخونیم، اگر میخوایم شعر جوان بخونیم، شعر معاصر بخونیم، شعر امروز رو بخونیم، اگر راست بگویم همه شما قصد من کنید و من راست گفتم. یه تیکه، یه برش از مقالات شمسه. از ظاهر من خبر نتوانی داد، از باطن من چگونه خبر دهی. انقدر تر و تازه است که انگار سال 1404 سروده شده. انقدر جوانه، انقدر جنون داره، انقدر هیجان داره که انگار یک جوان 20 ساله، یک دانشجوی ترم اول ادبیات این رو گفته. یک انگشت که از راه بگشتی، بعد از آن بیابان است. بیشتر اسرار در سخن عام گفته شود. دیگه ما متن مینیمال تر از این، ساده تر از این، گویاتر از این نداریم. ضمن اینکه سراسر چند معناییه، پر از ایهامه، پر از اشاره است، پر از استعاره است، آوانگارده، پست مدرنه، اضافه گویی نداره. به قول دیوید ممت که میگه تا میتونید قیچی کنید، همه شاخ و برگ‌های اضافی رو قیچی کرده، هرس کرده، رسیده به 5 کلمه، رسیده به 6 کلمه، به 7 کلمه. و مقالات شمس نه به عنوان متن، نه به عنوان روایت، نه به عنوان دوباره خوانی، بازخوانی، که به عنوان یک
گفتار، یک گفتار معاصر، یک گفتار به قول خودش عام، همه‌گیره. زبانش، هارمونیش، صوتش، صداش، نواش، بحث تئوریکش، بحث زمانمندیش که اصلا زمانی و مکانی توش حضور نداره، همیشه میشه خوندش. بحث همزاد پنداریش، حرف منه، حرف امروز منه، حرف مناسبات امروزه، نه مناسبات ادبی، نه مناسبات عرفانی، مناسبات سیاسی، مناسبات ادبی، مناسبات فرهنگی، گفتمان فرهنگی، دیالکتیک فرهنگی، یک جور گفتگوه، ضمن اینکه به تو هم میسپاره که با قرائت خودت روبرو بشی با متن، با روایت خودت روبرو بشی با متن. اصلا مهم نیست که در چه قالبیه، چرا که فراقالبه، فرامتنه، میسپره به خوانش تو، به روایت تو، به قرائت امروز تو از متن 700 سال پیش. هر گونه که بخوای با این متن میتونی روبرو بشی، میتونی اصلا شمس رو حذف کنی و قرائت خودت رو داشته باشی، گفتمان خودت رو داشته باشی، دیالکتیک خودت رو داشته باشی با جهان پیرامونت. گاهی گوید راه نیست، گاهی گوید اگر هست دور است. آری راه دور است، اما چون میروی از غایت خوشی دوری راه نمی نماید. شبی بر تخت خفته بود، خفته بیدار. حالا ما میتونیم با این متن شمس بحث زمانی بکنیم، بحث قالبی بکنیم، بحث تاریخمندی بکنیم، بگیم کلاسیکه، تاریخش گذشته، زبانش زبان امروز نیست، گفتمانش گفتمان امروزی نیست، با مناسبات امروز سنخیتی نداره. توی مقالات شمس به همین شکل میشه در بیاریم روایت‌های جدید، گفتگوهای جدید، مکالمه‌های جدید، دیالکتیک جدید، قرائت خودمون رو، روایت خودمون رو، تحلیل خودمون رو ارائه بدیم از این متنی که مال 700 سال پیشه. کدوم نظریه پردازی تا این حد بدون اینکه تئوری ارائه بده به متنی و روایتی پرداخته، قالب رو حذف میکنه، قالب بندی رو حذف میکنه، بحث زمان رو حذف میکنه، بحث این که کلاسیکه یا مدرنه یا پست مدرنه رو حذف میکنه. چرا که ما هیچی نداریم، ما تو هستی هیچ پدیده‌ای نداریم که خارج از حوزه روایت بشه و اینجا شمس راویه و منی که خوانش میکنم راویم. راوی حرف خودش را میزند، من هم حرف خودم را میزنم، تو هم حرف خودت را بزن. در صورت که شمس حرف خودش رو زده و حرف من رو زده و حرف شما رو زده و حرف ما رو زده و حرف همه رو زده. هر مشکل که شود از خود گله کن که این مشکل از من است. همه عالم در یک کس است، چون خود را دانست همه را دانست. من دارم توی مقالات شمس میگردم، یه سری متن‌های کوتاه پیدا میکنم، روایت‌های کوتاه پیدا میکنم و جداشون میکنم، نه به عنوان شعر، نه به عنوان مینیمال، نه به عنوان هایکو، نه به عنوان روایت، به عنوان معنا، به عنوان چند معنایی. اسم دفترم گذاشتم تب در رفتار شمس الدین محمد تبریزی. تب در رفتار شمس الدین محمد تبریزی.
تب در رفتار شمس الدین محمد تب در رفتار شمس الدین محمد تبریزی. هر شب خلق آرام گرفتی الا عاشقان. هر شب خلق آرام گرفتی الا عاشقان. پس به همون اندازه‌ای که ما در مقالات شمس بحث تئوری داریم، بحث نظری داریم، بحث معنایی داریم در جهان معاصر، در جهان امروز، به همون اندازه بحث نظری نداریم، بحث تئوری نداریم. چون مستقیم گفته، صریح گفته، جسور گفته، چکشی گفته، کوتاه گفته، واضح گفته، روشن گفته و با زبان امروز و با زبان فردا و با زبان فرداها. شمس الدین محمد تبریزی، مقالات شمس، متنی برای همه زمانها، متنی برای هر شب، برای هر روز، برای وقتهایی که دلتنگیم، برای وقتهایی که دچار جنونیم، برای وقتهایی که سرپنجه‌ایم، برای وقتهایی که زنده‌ایم، برای وقتهایی که در حال موت هستیم. مقالات شمس، متنی معاصر.